امیدالله نوری در روز 8 مارچ روز زن به زندگی همسرش پایان داد. سلام و درود بر شما. یک مرد افغان به نام امیدالله نوری همسرش مرضیه سالیزاده را در شهر قونیه ترکیه با ضرب چاقو کشت. به گزارش رسانه‌های ترکیه این زوج در مرحله طلاق از همدیگر به سر می بردند. طبق گزارش ها خانم مرضیه در یک سالن آرایشگری کار می کرد. شوهرش پس از وارد شدن به محل کار او با خانمش دعوا کرده و او را با ضرب چاقو کشته است. منابع در شهر قونیه با آماج ضمن تایید این حادثه از بازداشت مظنون از سوی پلیس ترکیه در شبخانه خبر دادند. به گفته آنها امیدالله که دستش در محل حادثه آسیب دیده بود پس از مراجعه به شبخانه از سوی پلیس بازداشت شده است.